مرد با نام گریگوری ناویکوف که ساکن یکی از شهرهای فدراسیون روسیه بوده است به بیماری سیل گرفتار می‌گردد. این بیماری تنش را لاغر کرده، نیرویش را گرفته و امیدش را محدود می‌گرداند. تلاشی پیوسته طبیبان نتیجه نمی‌دهد و بیماری تن مرد را لنج می‌کند. در نتیجه تشخیص طبیبان معلوم می‌شود که بیمار همگی 3 ماه عمر خواهد دید و توصیه می‌دهند که اگر می‌خواهد این 3 ماهی باقی مانده عمرش را سبکتر گذراند، باید به منطقه گرمتر سفر کند. او اول به یکی از دولت‌های همسایه و سپس به تاجیکستان می‌آید. گردش ایام و تقدیر مرد را به بیشه پلنگان می‌برد. در آغاز اینجا تنها خاموشی بود. باد از میان تغیزار می‌گذشت و برگ‌های ترنگه را به گفتگو می‌آورد. آب آرامانه حرکت می‌کرد. هوا گویا نفس‌کشی را از نو می‌آموزاند. در همین محیط مرد هر صبح با بوی علفزاران و صدای پرندگان بیدار می‌شد و شب با صدای طبیعت می‌خوابید. روزها می‌گذشتند. 3 ماه سپری شد. ولی بدن مرد که به بیماری تسلیم گشته بود آهسته آهسته به حیات بازگشت. بیشه گویا خاموشانه مهلتی را که انسان داده بود بیکار کرد. مرد اگرچه زندگی فقیرانه داشت و پیراهن تنش را پوست حیوان‌های گوناگون تشکیل می‌داد و از این حساب حتی اسم ترزن را گرفته بود، ولی زندگی 3 ماهش به 30 سال تبدیل یافت. اینجا قدرت هوای تازه و حکمت بیشه مشاهده می شود. توانمندی طبیعت که از صدها دارو تأثیری بیشتر رساند. جسد گریگوری ناویکوف در داخل خود بیشه پلنگان دفن کرده شد. همزمان یکی از منطقه های بیشه که این مرد همانجا زندگی کرد و در خاک آن دفن شد ترزن نامگذاری گردید تا بیننده داند که این روایت بافته و ساخته نبوده از حقیقت ریشه گرفته است.